سلام بچه، چطورین؟ به این ویدیو خیلی خوش اومدی. امروز اومدیم با کلاش آف کلنج صد کلاش آف کلنج بچه. امروز اومدیم با از تاون 1 بریم به تاون 18 بچه. اگه دوست دارین هم لایک کنین، ساب کنین، زنگوله هم بزنین بچه. از این سبک ویدیو قبلا هم گذاشتیم 5-6 تا پارت دیگه، اکانت پرید دیگه نتونستی بگذاریم براتون بچه. از امروز هر روز براتون ویدیوهای زیادی داریم بچه. و اگر هم دوست دارین ویدیوها رو نگاه کنین، لایک و ساب هم زنگوله هم یادتون نره بچه. بریم اتک بزنیم که سکه اکسیر جمع کنیم برای ارتقا دادن وسایل های اکانت که زودتر بریم برای تاون 3 که این 22,000 تا سکه داریم و 22,000 تا اکسیر که برای ارتقا دادن خیلی هم زیاد است که ما فقط صندوقامون 4,000 تا میتونه جا بگیره که هرچی زودتر اینا رو هم ارتقا بدیم، دیوارا رو بعد ارتقا بدیم. موقع که اکانتو درست که دیواراشو چیندیم، خب حالا از این چیه، اینا رو چی ارتقا بدیم؟ خب بچه، خب توپ ارتقا میدیم برای سطح 3. خب مخزن اکسیر هم داریم ارتقا میدیم و مخزن سکه ها هم ارتقا میدیم. این چالش ها رو پر کنیم بهمون 2,000 تا سکه میده. بریم باز یک اتک بزنیم و سکه هیچی نداریم، باز یک الماس بدیم که بتونیم یک اتکی بزنم. 1000 تا فقط سکه میده. 500 تا جمع کنیم برای اتک زدن. خوبه بریم بیرون، بریم به یک اتک دیگه بزنیم، سکه جمع کنیم. مثلا سکه نداشت. خب ببینیم این چند هزار تا سکه داره. این هم 1000 تا سکه داری، ولی اصلا به درد نمیخوره 1000 تا سکه. حداقل 4000 تا سکه داشته باشه که بتونیم سریعتر ارتقا بدیم بریم تاون 3. خب این 500 تا سکه داره، 500 تا. خب بچه اینم 900 تا سکه داره. 2000 تا هم خوبه، ولی نه، هم فیکس 4000 تا جمع کنیم که بریم زودتر بریم برای تاون. 2000 تا نزدم، اومدم 500 تا زدم. خب خب 1200 تا سکه داره. دیوارا رو بیاریم، هم توپو بیاریم، توپ پرتاب. خب 8 ثانیه دیگه، 6 ثانیه دیگه توپمون ارتقا میخوره و بریم برای ارتقای سطح 4 بدیم که بریم سریعتر همه چیزها رو مکس کنیم که بریم برای تاون 3. این خوب سکه دارم، همینو بزنیم که 4000 تا سکه رو پر کنیم. حالا 4000 تا هم پر نمیشه، باید یک اتک دیگه بزنیم که 4000 تا پر بشه. خب همین رو بزنیم 500 تا سکه‌شو بگیریم که بشه سکه 4000 تا. حالا بریم توپ ارتقا بدیم. 4000 تا سکه جمع کردیم. خب 16000 تا لول به سطح 4. خب بریم اون که دیگه رو ارتقا میدیم، 1000 تا میدیم به سطح 2. 30 ثانیه فقط فرصت زمان میخواد. دیوارا رو بیاریم. خب همه رو بچینیم که بریم برای سطح 2. تو پارت بعدی دیوارا رو همه میدیم سطح 2. الان سطح 1.
هر ارتقا 1000 تا سکه میخواد، طول میکشه. حداقل 25000 تا سکه جمع کنیم که همه را 102. خب بریم یک اتک دیگه بزنیم، 4000 تا دیگه سکه جمع کنیم. اما اول کار یک قبیله 10000 تا سکه داره، اینو بزنیم بچه ها. خوب سکه همون شد 4000 تا. اکسیرا همون رو پر کنیم، شد 5500. خب 3000 تا اکسیر، 3000 تا سکه. شکست. حالا توپ رو ارتقا بدیم. خب لول 3 هم که هستیم. الان دیگه بیشتر چیزا ارتقا شده، چیزی که نمونده برای تاون 3 بشیم. چیزی که نمونده بریم تاون 3 به بعد بشیم تاون جاب، بعد بشیم تاون 5، بعد بشیم تاون 6، بعدم بشیم تاون 7، بعدم بشیم تاون 18. دیگه هرچی سریعتر ارتقا بدیم بریم بالاتر. خودم که اکانت اصلی فوقش تاون 13 باشه. از این تا بیشتر دیگه اکانت ندارم، من کم کلش بازی میکنم. خب دیگه چیزی دیگه نمونده برای ارتقا. بله جایزه رو بگیریم 2000 تا سکه. لول 3 ایم دیگه، باید بریم چیزی که نمونده برای لول 4. خب یک سکه بدیم بیرون ارتقا بدیم. آره لول 4 هم شدیم. لول 4 مبارک بشه بچه ها. خب 2000 تا دیگر هم بگیریم، 5000 تا اکسیر. خب بازم بهمون سکه داد، 5 تا. نه جم میگم سکه، حواسم پرته. خب بریم برج تیرکمون رو بیاریم. 1000 تا سکه میخواد، بریم یک اتک بزنیم 1000 تا سکه جمع کنیم. 33000 تا سکه، 22000 تا اکسیر. هر چیز زودتر سکه رو پر کنیم و اکسیران رو پر کنیم. خب چیزی که نمونده تا تاون 3. خب یک الماس بازم داد، 5 تا دیگه. خب بچه ها، خب دیگه تیرکمون رو میخواستیم، برج تیرکمون رو میخواستیم بیاریم، بریم بیاریمش. 1000 تا سکه هم جمع کردیم. خب 12 ثانیه دیگه میاد. خب سکه یکم جمع کنیم، اینا رو بزنیم همه جمع کنیم، جمعشون کنیم. خب 2 دقیقه دیگه برج 5 تا دیگه الماس، 318 تا الماس داریم. بعد الماسامون رو جمع کنیم که کارگر سوم هم بیاریم. خب دیگه هم دیوارا مونده و دیوارا و سکه ها و صندوق سکه ها اینا مونده دیگه. همینا رو مکس کنیم میریم برای تاون 3. خب دیگه اگه ویدیو 10 دقیقه بشه دیگه من خداحافظی میکنم. خب بچه ها تا ویدیو بعد خدا حافظ. هر روز براتون ویدیوهای زیادی داریم، لایک و ساب یادتون نره.